چه شده دختر چیه؟ عزیز بیا. چه شده دختر چیه؟ چه خبره؟ عزیز ببین محمد چی میگه؟ چی میگه پسر؟ عزیز تو خدا بگو منم با خودشون ببرن. آخه نمیشه که پسرم. چرا میشه؟ تو با پالیمان باشید پسرم، من حرف ما رو گوش کن دیگه. محمد جان داری کجا میری؟ خب نمیشه تو با اونها بری اون برسته پسر. نه همینجا باش، پالیمان باش. نگاه کن عزیزه دوست نداری؟ قربانت برم. اما بخاطر هر کدوم حرف ما رو گوش کن دیگه پسر. تو آهان نمیتوانی من نمیشه عزیز بمان. عزیز کمک کن. قربانت برم. محمد تو گریه نکن دیگه پسر. چرا گریه میکنی؟ خدا گریه میکنی من ناراحت میشم محمد. گریه نکن پسر قربانت برم. گریه نکن. بیا بریم. عزیز قبول کرد؟ آره پسره بیا بریم. به به سلام آقای رمضانی. سلام آقا. حالت چطوره؟ خوبم. خوب هستی؟ خوبم. آقا اجازه ما بلد میخونیم، ما همه درسامون هم بلدیم. آفرین باریکلا. ما میدونستیم اینه. حالا شما امروز مهمون ما هستیم. دست شما در بده. خواهش میکنم. عزیز تو برو، من با آهنیا و آهنه میام. بله. بابا شناش میکنم وقت بگید من. خواهش کنم آقای اختیار رو دارید. همیشه که محبت دارید. همین وظیفه. بفرمایید. بفرمایید داخل. آقای محمد رمضانی. بچه‌ها امروز محمد آقا رمضانی اومده اینجا که مهمان شما باشه. آقا اجازه بیاد شما. آقا چی خبره؟ ساکت. این شروع چیه؟ بشین سر جا. نصیب بلند شو برو اونجا بشین. محمد آقا شما اینجا بشینید. زاری بقیه درس بخون. کلاس دومیا تمرین ریاضیشون حل بکنن. زاری بخون. خورشید زمین را روشن می کند. روزهای آفتابی گرم و روشن است. روز که خورشید میتابد آفتاب زمین را گرم می کند. شبهایی که ماه میتابد مهتاب زمین را روشن می کند. شبهایی که ماه نمیتابد تاریک است. آقای محمد آقا عین همین درس تو کتاب شما هم هست؟ بله آقا بخونم. بفرمایید. شبهایی که ماه میتابد مهتاب زمین را روشن می کند. شبهایی که ماه نمیتابد تاریک است. آقا حالا میریم درس بعدی. اکرم و امین خواهر و برادر هستند. امین 2 سال از اکرم بزرگتر است. وقتی که اکرم درس میخواند امین به او کمک میکند. این خواهر و برادر. این چه وضعیه؟ برید سر جاتون بشینید. بشین ببینم.